عزیزی دور به نامت کبوترانه درود، زیبامی نقروری صبح صد ترانه درود. چو شهسواره تقویم تونتاز شدم، به دوری های دور و بیکرانه درود. السلام علیکم بیننده عزیزی ما. چخیلی که چندین روزها پیش برای شما من وعده کرده بودم طریق برنامه تاجیکانه در شبکه شهنان دیده به دیده می رسیم. من امروز ما در دهه کوهستانی شهر سمرقند، در دهه که نامش معروف و مشهور گشته است، در دهه اقصی هستیم. آن جایهای زیبا، آن جایهای زیارتی، استراحتی را پیشکش شما کردیم. بگذار عزیزان امروز آن لحظه های پر از خرسندی را پیشکش میکنیم. مانند هر روزه و هر وقته همیشگی با ما باشید. با شبکه شهنان الکی آن لحظه ها را ما آغاز کردیم. رفتیم. بیننده های عزیز، ما حاضر در قدمگاه هستیم همراهی یکی از ساکنان این دهه اقصی. حاضر برای ما در اینجا تاریخ این سنگ کلان را میفهمانند. حضرت داود علیه السلام قدمگاهش اینجا باید یکم زیارت من همجاست. من اینا اول قدیم پدر وایو میگفتن که حضرت داود علیه السلام اینجا اومده نماز خوندگی، آهنگخوری کردگی، هم زندگی کردگی جا. من ای عربستان، پاکستان اومده من مسجد بنویسم. حضرت داود علیه السلام وقتی نماز خوندن اینجا فقط زانو موندگی داشت. من هی بیرون 57 متر شد. من این چطور سنگ باینالی کردگی میگم. من اینا پای چپ پوش و این فقط جای نماز است. معلومات مختصر که اینجا فقط جای نماز که پایهای حضرت داود با جایهای قدمگاهی باید که بیننده هایی که به زیارت دهه اقصی به حضرت داود میبیایند اولا بار آمده از قدمگاه آغاز کنند. بعد از آن به آن غاری که ما نیز پیشکش شما میکنیم به آنجا روند. رحمت برای شما. من این شتر تپش، ارکک، من این صندل، بلوشت آهن باید من این غار درآمدش، من این حاضر زمان رسمی ماشین، من این چیزا بد پیدا شد، اینا ما نمیدونم. من این چیز شترش سنگ داریم، من این طرف سرش، یانش، پشتش، پایش، وقتی چوکیدگی، خورفتگی وقتش، من این شتر بچهش میگم. وقتی داود علیه السلام وقتی من هم خیلی نماز خوندگی درون زانی من این 5 تا پنجه لیلا. وقتی من هم خیلی نماز خوندگی این دست نه، من این دست این شل نه، من شل خوندگی 5 تا پنجه لیلا. و این چیز بد پیدا شد. من این مچی ساختم بد پیدا شد که درونش یک تا تنگه محمد الله نوشته. و این چیز گم شد و تنگه. برای چی گم شد گفتم ما حیران شده. من از پاکستان نوشته موندگی و یا اومده گفتن که چون این گم شد و گفته و یا اومده که پیدا شد. من از دخترای گنده بچهای گنده رو برای اول گم میشد. برای هر یک انسان از خانه برآمد بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر. در فصل بهاران چقدر که زیبا شوی طبیعت در دهه اقصی یک نظر پیشکش شما میکنیم که درختان سیب پر از گلها هستند. خود از مشهورترین سیب های اقصی میگویند این حاصل پر از گل است. در بالا اگر بینیم اگر آن زیارتگاهی معروف و مشهور حضرت داود برای ما معلوم است.
بیننده های عزیزی ما آمدیم به استخانه حضرت داوود که هر بار بعد از زیارت گشتن بر اینجا در آمده زیارت میکنند. حاضر مختصر درون این غار را پیشکش شما میکنیم. مرحمت. حاضر ما دیده سودگی نوار این دیمخات گویم دودبرا، جای دودبرایی که در اینجا استخانه بودگی من در اینجا کار میکردگی، جای کار کردنی حضرت داوود بابا که بعد از آن آتش گیراندن دودها طریق الحمخل دودبراها به بیرون میبرامدگی و در اینجا ما 7 زینه را دیدن ما ممکن که با چلخانه به گفته صاحبان این منزل میگویند که یک غار خردکه که در آنجا چله می نشینند دیدن ما ممکن است. و در اینجا نیست جایهای کاری از سنگ ها دیدن ممکن که در اینجا در حقیقت آتش گیرانده شده، سنگ ها از دود سیاه پر است. حاضر ما در خودی همون در بالا قید کردگی جا در چلخانه هستیم. مانا جایی چلخانه خردکک سالقین، یک جایی که گفتن دشوار است، شنیدن کی بود مانند دیدن. گفته هر بار تاکید میکنم. ببینید عزیزان تا حد امکان ما نوارها گرفتیم. من عزیزان با آن جای معروف و مشهور گشته جهانی که حضرت داوود است، از تمام روی دنیا برای تماشای این جای زیارتگاه می بیایند. ما در دروازه اینجا هستیم، نیز برآمده از آنجا لوحه ها را نوارها را پیشکش شما میکنیم. مانند همیشگی با شبکه شهنان مانید و با برنامه تاجیکانه کنی رفته. من بیننده های عزیز ما آمدیم با آن جایی که وعده کردیم و درآمد آن زینه های مشهور حضرت داوود. در اینجا البته هر یک قدم ها را نیت کرده میمانند. بگذار که خداوند کریم هر یک نیت های نیکی که در قلب ما جا است عملی گرداند. حاضر در اینجا همه شرایط ها برای توریست هایی که برای مهمان هایی که از دیگر دولت ها از دیگر جای ها می بیایند، جای خواب، جای زیست، جایی که هر آن چیزی که هست آماده کردند و البته نفرانی که امکانیتی به بالا برآمدن ندارند یا سالشان کلان یا که سلامتیشان نمیبردارد، در اینجا من این خیلی شتور یا که اسب یا که الاوها تیار کرده اند که آنها را به زیارت همین با نام حضرت داوود زیارت به آن غار مشهور برارند و زیارت های آنها را قبول گردانند. مرحمت شما دیدنتان ممکن که در اینجا هم تو یک استیانکه آن شترها، آن اسب‌ها آماده است. هر یکی آنها با یک گفته خودش عادت دارند که یگان خیلی خصلتی بد ندارد. هر نفری که سوار شده نمیتواند یا که نو سوار هستند و حضور سوار شده زمانه میبینیم که از بالا مهمانان بعد از زیارت فراماده ایستادند. من حاضر ما از آمدن از قدمگاه سرکده آمدیم، سخانه در آمدیم. من حاضر قریب به غار آمدیم. با فکر من چند سالها باز میبیاییم. قریب از تمام روی ازبکستان ما بیرون از وطن میبیایم. تاریخش خیلی تاریخ کهن سال است. حالا شما از خوردی همینجا وایو رسیده. چخیل حقیقتاش هست، چخیل افسانه هاش هست. این دارد. چخیل حقیقت چخیل وایس نمیدونم اکنون روایت داریم اکنون. روایت اکنون هم خیلی رمزی زیارتگاه گفته وای کدگی شدگی ده اینجا. لیکن من مایده بودم مایده. میدونم تخمین 6 ساله بودم ده. چند سال اگه 77 سال کنید 83 ساله بود است. اما دوشنبه مهمان آمده خونه با یک تا پوچه داشته. همون کس یک دو سه تا همون کس خطی آدم آمدگی همینجا گیجا با زیارتگاه هست بخوانم اونو. من نمیدونم دا کنم وقت این چیزا
یعنی من دادم فهمیدم که من همکل میری وقت این خیلی میلیون خطی راه هسته خورا توری گشت همجا برآمده همونو دوی فوتیا کرده تلاوت کرده هفتگی اکنون من نمیدونستگی از این پیش خطر مشهور و معلوم نبود از این پیشم میمدن کم زورا بیبی گویم اگر زورا بیبی ما همون کسا هم اکنون میدونستند 90 چند با در آمده گذاشتگی اوده همونو وقتی دختر بچه بودگیم با آدمو می اومد گفته میگفتند همون وقت اکنون باید 1800 چندم سال میشد می تو همینش همینه تاریخی دراز تاریخی 100 ساله 200 ساله داره از اون زیاد نبوده نه اکنون 4000 گفتن گیره اگر حضرت داود علیه السلام اومدگی باشد اینجا با تاریخ است کلان دیگه اینجا با همه خیلی اکنون نو رسمی چه خیلی اومدگی آدمو من هم میدونستگیم از طرفی وادی اومدگی که همینجا با وای هست زیارت رو نمیدونست است روی کارتا اومده من هم میدونستگیم همین که من بعد از مستقل شدگی ما با تصرف دولت چقدر آبادی شده ما میدونم خوردی با این زینا خورد اکت ماید یک کرد من چقدر آبادی شد آبادی ها یک هستن آبادی اکن 2015 بود می تقریبا یا 14 بود نمی خیلی در اون وقت با تشبسی همی زایر میرزایف گفتگی حاکم بودن همون وقت سمرقند ولایت بوده همون کس آمده با تشبسی همون کس اینجا آبادی شده ده تماما دیگر خیلی بود تا که زینب بود اون وقت لیکن کونه زینب بوده حاضره نه همون کس حرکت کرده با یاردم آدما یک شده آدما کتی گیه مکن من هم آباد کردن ده اینجا همین سال هم من با همراهی من این توریزم ویش مشکل این ولایت همونو با تشبسی من همین رهبری اینجا کامل جمعه حرکت کرده من همین راه چخیل بود اگر دانت پار سال آمدگی باشه راه ویران بود توری نه پار سال آمدگی چخیل بود و وزیر چخیل راه ها توری کرده من بعد وای شد اسویسینی ها شد راه با دیگه باشه با автотураргоҳ гем агар сохта шуд вай боло ба боли мазорот ба ва ин зинаҳо ба освещение шуд мана бине то болоя то пеши ғора қариб освещение шудагӣ рӯшан шуд аку ман намедонам хатаро ман медонистагем ҳамин халқам хизматаш калон халқам ҳаракат кардааст باز با یک جای زیبا که از آبهای صاف و زلال چشمه های آقسای یک جای شده یک شرشره زیبا را در پیش اینجا تیار کردن آماده کردن دوستان عزیز ما آن را پیشکش شما میکنیم که از خود الهمون حضرت داوود با دوربین ها بینیم اگر جاذبه این شرشره عقل در پیش چشم ما نمایان می شود و باز همان شنیدن کی بود مانند دیدن کنی رفتیم عبدالله بیننده های عزیز ما این بودن برنامه تاجیکانه که در مهمانی دهه کوهستانی شهر سمرقند در دهه آقسای بودیم آن جایهای زیارتگاه آن جایهای استراحتی را پیشکش شما کردیم در آخر با نام جای زیارتی هم استراحتی که با نام شرشره است یک باد و هوای فوران باد و هوای تازه و صاف که هر بار ما در این دهه مهمان شویم البته در اینجا آمده دم گرفته راحت کرده استراحت میکنیم
مانند هر روزه و هر وقته اگر تکلیف ها باشد اگر با دایرکت ما نویسید و ما خبر دهید آن نیت های شما را آن گفتنی های شما را بالای دیده اجابت میکنیم. مانند هر روزه با شبکه شهنان با برنامه تاجیکانه مانید. سلامت باشد.